از نازنین برادر، من همیشه میگم که جوانای ما در یک شش‌زولی بدبختی محاصره شده، تنها جوانای اکثر مردم ما، و این شش‌زولی را هم زیادش رسانه ها ایجاد کرده، مخصوصا تلویزیون ها ایالت ایجاد کرده. رأس اول از این بدبختی جوانا مود و فیشن است. جوانای ما متاسفانه دچار مود و فیشن که لباس چطور شد، که سایز موی چطور شد، که تاج و خروس واره باشه، که چنگک ریش، چنگک گیس واره باشه، که نمیفهم چطور باشه و چنان باشه، سر پاچه زانوین پاره باشه. اینی شده کل فکر یک جوان ما و ایست بدبختی کشور ما و تو، که یک جوان وقتی سر از این چیزا فکر میکنه یعنی به درس دیگه فکر نمیتونه، انرژیش اونجا مصروف است، به زندگی نمیتونه، یک دفعه سر بالا نمیتونه که کیا به این وطن خیانت میکنه، چطور حق مردم تلف میشه، چون این جوان دیگه فکرش مسخ میشه دمود. و هنوزم رسانه ها دیگام برنامه دارن 1 ساعت برای مود فیشن، هنوزم کم است، دیگام بان میگی مردم غرق مود شوه، به خاطری که خائنا کار خود کرده بتونه. سر انسان که نمیتونن خیانت کنن، آدم آگاه که نمیتونن استفاده کنن، گوسفند خوب میتونن مورد استفاده قرار بدن، و رسانه ها در ابزار دست از ایناست و در پروسه گوسفندسازی مردم، و حتی تندتر بگوییم چون درد دل از خرسازی مردم که پالان بندازن و بی پالان سواری کرده برن. اونمو 10 تا بین خود هستن به نام سمت و منطقه و لسان و دست خودم سر از این مردم میبوسه، پای خودم سر از این مردم میبوسه، نانشان میگیره، حقشان میگیره، اولادای خودش در خارج است، هتل دارن، خودشان اینجا رهبر است و مردم به کشتن میته، اولادکای خودشان دخترایشان هتل داره، در مسابقه او بازی اول هستن، کشتی ها زنایشان داره، لب جب ساتشان تیر است. اگه مردم آگاه باشه کنار دستشان نمیبوسه. وقتی جوان دمود غرق بود اینا واه ساتشان تیر است، بعد از این حالا میگه دیگه مود آورده برو، فیشن آورده برو. وقتی جوان تو دیگه غرق شد بدبخت است و وطن از پیشش میمونه، امور زندگیش میمونه، دینش میمونه، دنیایش میمونه، خلاص دیگه به اون دو چیزی که گفتم تبدیل میشه. رأس دوم موسیقی و اینمی بدبختیش است. موسیقی دکتر سوی مخالفش هستی نه هستم، موافقش هستم، ولی موسیقی خوب باشه، یک کمی باشه، نه که از صبح تا شام فقط دنگ و چین تپت کنم، درد دندان دارم، سراچره بیبی، آقا بچره بیبی، یه فقط اینمی. و این مردم نمیرشون درایست. این گنگس نمیکنه مردم به نظر شما، گمراه نمیکنه، بدبخت نمیکنه، بیچاره نمیکنه، زندگی از دستش نمیره، میره رفته روی زندگی ما از دست ما و ما دوچار ازی هستیم. به نظر شما یک پروفسور در وطن جایگاهش بالاست، یک هنرمند هم که کاش که باشه، ولی اگه هنر تعریف بتونه، اگه تو ازش پرسان کو 90% از اینایی که میخونه بگو هنر تعریف کن، نه سر دارن، نه لای دارن، نه صدا دارن، نه هیچی ندارن، فقط 2 تا دختر میرقصانن. حالا این مردم 4 چشمه، مردم گوسفندی تعقیبشان کرده میره از صبح تا شب. باید بدبخت باشیم. من یکم دفعه باز میبینیم یکم تا خدایا چرا سر ما خیر سر کی؟ هیچ جای دنیای تو نمیکنه که ما کدر هستیم. خدا عقل داده ما استفاده نمیکنیم. خدا گفته وقت ضایع نکن، ما ضایع کدر هستیم. در این وطن جایگاه هنرمند مثل رئیس جمهور است دیگه. هر روز وزیر معارف هم میخواستم بگویم که وزیر معارف اینی نقص است در پروگرام درسی، 1 دقیقه وقت شنیدن گپ مرا نداشت، اما در یک مکتب رفته که مکتب شاگرد تولید نمیکنه، هنرمند تولید کرده رئیس، اما او را با افتخار هم شیشته، هم گوش گرفته، هم در صفحه فیسبوک خود نشر کرده. ما کل درس مکتب دیویدی ساختیم و برش هیچ مهم نیست، هیچ مهم نیست، او هیچ گوش نکرد که من چی میگم. ما برش میخواستم بگم که پروگرام مکتب چی نقص داره، گوش نکرد. مکتب ما هنرمند تولید کرده رئیس، رسانه ما هنرمند تولید کرده رئیس. این روزید میاد ببین چند تا هنرمند نو به بازار میاد. باز جایگاه هنر میگم از علم کرده بالاست، اینا هنرمند نیستن، اما مردم ماده مصروف است. سوم سریال، صبح تا شام سریال. خب بدبخت میشیم نمیشیم؟ از ما اگه شما پرسان کنین 90% بدبختی مردم افغانستان چیست، میگم از سریال یاد گرفته. شما زیگپ گفتین نه این تابلت و زیگپ، من دکتر هستم به خدا نمیشناختم، قسم خوردم نمیشناختم. یکی از رسانه ها یک سریال نشر کرد به نام 5 خواهر.
دی 5 خواهر یکش تابلت کم خورد. بعد از او شما میبینید چیز جواناست تابلت کم مصرف کرده رئیس، زیگاب مصرف کرده رئیس و زندگیش اینم تو بدبخت شده. ما گفتم امام شام جا هیچ روزی نیست پایین ماینه خانه 2 نفر 3 نفر نبیه. اینا ما 2 تا قصر بر شما کنیم. یکی می قصره که کسی آمد چی خانوادگی خوبی هستن زندگی دارن بچهش به این وضعیت روز 5 تا زیگاب میخوره. پارسال یک کسی بچه خود آورد گفت این سرازی عمله می دکتر صاحب 1 سال است ما بالای سرش میشینیم تا صبح سرازی تشنج می اونم تو خودت گفتی عمله می سرش. من معاینه ادرار بهش دادم، ادرار آورد که مواد مصرف میکنه. مادرش گریه میکنه میگه بچه داو میزنه بچه خودم ما دوایش نمیدونم. میگه تو حداقل مرا میگفتی که من دوا مصرف کنم، من خواب آرام میکردم، تو نشیته کردی و من تا صبح بالای سر تو شدم گریه کردم. سریال کلی بدبختی ها سریال است. در کدامش کشتن نیست، در کدام قتل چه آسان شده. به خاطر دیگه یاد دادن خودکشی زیاد نشده، سریال یاد میده. دست بریدن خود کم بود. سابق ماینه خانه می آمدن دست خود پس میکرد که از اینجا بریده تا اینجا. حالی سریال نشان میده که سینه خودم بریده است که این یک تکنیک نو برای جوان یاد میده. خودکشی، مواد مخدر، کشتن، دزدی، چور چپال کل سریال ها نمایش داده است. در کدام سریال ارزش علم نشان دادن، ارزش مکتب نشان دادن، ارزش اخلاق نشان دادن؟ نه. همه هیچ کس صدای خدا بلند نمیکنه. عالم دین هم چپ خدا گرفته، استاد هم چپ خدا گرفته، کلیگی سر او با مزرد دیگه همگی چپ خدا گرفته و این یک دردی است که جوان افغان تباه کرده رئیس. برنامه آشپزی نشر شده رئیس، یک برنامه مستند، یک برنامه خوب کجاست؟ و یکی از این بدبختی ها مواد مخدر است. روز به روز زیاد شده میره و متاسفانه زندگی ها را به نابودی کشانده. فامیلای میایه که به خاطر یک معتاد پدر سکته کرده. همین بچه مادرش گریه میکرد دمای نخونه، میگه پدرش گریه میکرد که پدرش گفته من در کل عمر سر هیچ گریه نکردم، ولی به خاطر تو بچه گریه میکنم. به خدا همین قصر به اینمی نیم ساعت پیش دمای نخونه اینمی گپ بود. و متاسفانه این جریان دارد. تنها بچه را با دخترها میایه به اینمی لوحه همسنفین برم تابلت داد که بی سر درد میکنه. شما گفتی ناروسی کرده، بعضی ها اینمی تابلت همیته بگی مثلا در فعالیت های جنسی تو تغییرات میاره، او رفته دیگه که از معتاد شده. به عناوین مختلف متاسفانه جوان ما خراب شده میره. این یک درد بسیار عمیق است و روز به روز زیاد شده میره. آرزو دارم همگی به خود بیاییم و برای یک کاری کنیم. اجازه ندیم که جوانات تباه شود. چرس بیخی عادی شده. شما از پیش اکثر دکانات تیر میشین 4 نفر شده چرس خود دود کرده است، موتروان شده چرس خود دود کرده است. این تابلت ها و اینا را که میگن پیش جوانا مصرف کرده میرن. متاسفانه یک بدبختی است و کشور به تباهی. امید یک کشور جوانش است و جوان کشور که به این وضعیت برسه دیگه از کی باید امیدی داشته باشیم؟ از کی باید امیدی داشته باشیم؟ کی مواد نشاور آدم از کجا میرسونه؟ داستان واقعی را برات میگم. در شفاخانه نجات که برای مواد مخدر است، یکی از معتادین پرسان کردیم چرا ترک میکنی؟ گفت من در پاکستان زندگی میکردم، مواد مخدر مصرف میکردم، 2-3 روز مواد نرسید، رفتم پیش یک کسی از اونجا قال نمیفهم کی را گفت، یک کسی نام گفت، افندی گفت یا چی گفت. خب رفتم مواد خواستم نداد، عذرگزاری کردم، گفت نمیشه من روز بر تو مواد بدم. گفتم هر چی بگویی میکنم. بالاخره گفت برو زنت برام بده. میگه 10,000 کلدار زن ما برش فروختم. زن ما 10,000 کلدار میگه فروختم. دیگر روزا 500 میزدم، امو روز 1,000 از غم زدم، خویم برد. خیستم که 9,000 دیگرم دیگه معتاد از جیبم زده رفته. زنم رفت، اولادم ماند و ما معتاد. انسان تا اونجا میبرن. اگه خواسته باشین یک دفعه پیش پل کوتی سنگی برین ببینین وضعیتشانه. میبینی که انسان چقدر موقف خود از دست میده. دمو سر سرک مانده، ارزش انسانی خود از دست داده. همونجا میمیره، زمستانا میمردن، اونمونجا سر سرک شخ میموندن. چرا انسان خدا به اینجا برسونه؟ چرا؟ خداوند میگه که جسم و وجودی بر شما دادیم شکرگزاری حق داره. شکرگزاری یعنی محافظت از این وجود. ما حق نداریم از نظر دینی برای خود صدمه برسانیم. مواد خراب ما میکنه، بی غیرت میسازه، بی همت میسازه، بی ناموس میسازه، همه چیز زندگی را از دست ما میگیره، فامیل خراب میسازه.